اولین گرند سلم در دوشنبه. پهلوانان افسانوی، جداکاران به همتای جهان به تاجیکستان آمدند. نبردی شدید برای به دست آوردن جایهای افتخاری و خالی المپیک. بیش از 420 جداکار از 71 کشوری 5 قطعه عالم در نبرد. رادمردان تاجیک بر علیه بهترین های گیتی. مسابقه از 3 تا 5 می در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی پایتخت برگزار می شود. رادیوی تاجیکستان هر ساعت از نتیجه رقابت ها اطلاع می دهد و ساعت 14 همین روزها در برنامه روزنامه گرند سلم دوشنبه جریان رقابت ها را محاکمه می کند.